برکاته. در قدم نخست خدمت جناب استاد نهایت معزز گرامی، خدمت همه شما محصلین گران قدر و همکاران عزیزمان آرزوی صحتمندی برای همه شما دارم. حضور شما در وبینار امشبمان افتخار بزرگ است. خوب عزیزان، امشب 18 فوریه هست و انتظار ما به پایان میرسه و میدانم اولتر خودم و شما منتظر چنین لحظه‌ای بودین که با چنین شخصیت بزرگواری شویم. خوب عزیزان، اولتر باید موارد را براتان ارائه کنم که در سمینار امشبمان حتما مد نظر بگیرید. انشالله برای همهتون چندین بار بازگو شدیم در وایس هایم، اما باز هم به صورت واضح براتان میگویم عزیزان انشالله با ایمیل آدرس هایی که مطابق تذکریتان بوده داخل شده باشین و حرف های جناب استاد را با دقت کامل میشنوین و اگر نکات خلاص و واضح را همراهتان حتما یادداشت می داشته باشین و مایک های شما آف می باشه و هر سوال در ذهن شما می آید به صورت واضح در اخیر وقت دارین میتونین دستایتان رو بلند کنین و جناب استاد بپرسین. خب معززین عزیز، میخوایم در رابطه به برنامه ویژی ما و ختم رمضانی برتان معلومات کوتاه ارائه بتم. اولا خب باید بگویم عزیزان که معلومات که ارائه کردم بعد از ما در اختیار جناب استاد معزز قرار میتم. برنامه ویژی ما این مبارک رمضان دعوت به شرکت کنندگان در ختم قرآن کریم هم ثواب و هم خرما به دست آورید. اشخاص که اشتراک فعال داشته باشد برایشان جوایز در نظر گرفته شده. خب معززین عزیز، رمضان ماه قرآن، ماه مغفرت، ماه نزول آیات مبارک و چیزی باست این ماه را با سپری کردن و اشتراک کردن در برنامه های قرآنی و ختم ها استقبال کنیم و ختم همه روزه برگزار میشه. اشخاص که میخواین در این برنامه سهم فعال و نیکو داشته باشند و در ثواب کثیر شامل حالشان باشد، آنها میتواند در صنوف ویژیمان جوین شود. از همکاران بخش تکنیک خواهشمند هستم لینک را در چت باکس به اشتراک بگذارند. انشالله اجر عظیم نصیب حال شما باد. و همچنان برنامه ویژی ما که از طرف مجتمع پانتون آزاد افغانستان برای خواهران و برادران به خاطر ختم قرآن عظیمشان می باشه که از 7 صبح به وقت افغانستان روز دوشنبه 22 فوریه آغاز میشه و ختم ما به صورت لایو برگزار میشه و پیشواز از ماه مبارک رمضان و شما میتونین اشتراک داشته باشین و از همکاران بخش تکنیک باز هم تقاضا دارم لینک را با دوستای ما به اشتراک بگذارن. در این ختم گروپ ما گروپ های جداگانه داریم با خواهران و برادران ما. و برادران ما میتونن در صنف های آقایان جوین شود و بانوان میتونن در گروپ های بانوان اشتراک کند و این ختم فراموش شما نشود که به صورت لایو در خب دوستان گرانقدر، من فکر میکنم که همکار ما مشکل اینترنت پیدا کردن، پس چه خوب است که براتان راجع به این معلومات بیشتر داده شود. قرار است ما یک برنامه ختمانه، یک برنامه ویژه در ماه مبارک رمضان داشته باشیم که روزانه هر روز برنامه ختم ما برگزار خواهد شد و شمایی که علاقمند به این برنامه هستین و میخواین در ماه مبارک رمضان شما با این ثواب کثیر همراه باشین، شما لینک گروپ در چت باکس همراهتان شریک شده. کسانی که علاقمند هستن میتونن جوین شون. با نگفتن امان دوستان گرانقدر، کسانی که از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان در این ختم اشتراک بکنن برایشان جوایز در نظر گرفته شده از طرف پانتون آزاد افغانستان. و همچنین براتون باید بگویم که یک برنامه ختمی ویژه از طرف پانتون آزاد افغانستان برای پیشواز از ماه مبارک رمضان قرار هست در 22 فوریه انجام شود و آغاز شود که این ختم به صورت لایو می باشه و از خواهران و برادران ما به صورت جداگانه هست که لینک هایش همچنان در گروپ در چت باکس شریک بشه. کسانی که علاقمند به این ختم هستن و میخواین که در ختم شرکت کنن میتونن که داخل گروپ شون و معلومات بیشتر در گروپ همراهشون شریک میشه. خب ما بیشتر از این وقت شما دوستان گرانقدر نمیگیریم، میریم طرف وبینار جناب استاد محترم. اول خو از استاد محترم نهایت سپاس و تشکری میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و آماده ای شدند که برای ما وبینار بدن و از شما دوستان هم خواهشمند هستم که تا آخر وبینار همراه ما باشین و از گفته های استاد و از تجربه هایش و همچنین از بیانات نیکی را که ارائه میکنن شما مستفید شوین. خب جناب استاد خوش آمدید میگم و تشکری خاص ازشان میکنم. جناب استاد شما میتونین که اسکرینتان شیر کنین بخیر و همچنان وبینارتان آغاز کنین. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام استاد گرامی قدر. انشالله که آوازم درست است.
بله، صدای شما کاملا واضح است. وقتتان بخیر، انشالله که خوب و صحتمند باشین همتان و از گزند روزگار در حفظ امان الهی باشین. بسیار تشکر. الله متعال سپاسگزار هستیم که باز هم بر ما فرصت داد تا یک بار دیگر با یکی از موضوعات بسیار مهم خدمت شما حاضر شویم. بنان از تمام شما تقاضا همی است که تا آخر همراه ما یک جای باشین و هر سوالی که داشتین میتونین که اینجا در مسیج سوالاتتان مطرح بکنین که انشالله یا در جریان سمینار و یا هم در اخیر انشالله به سوالات انشالله جواب ارائه شود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في محكمه الكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. اما بعد، دوستان عزیز و ارجمند، الله متعال همه شما عزیزان در حفظ زمان خود داشته باشد. قسمی که ما وعده کرده بودیم با یک موضوع بسیار مهم خدمت شما حضور پیدا میکنیم که الله متعال توفیق امشب بر ما داد و تا بتانیم که هم خود ما و هم شما عزیزان به موضوعاتی که بیان میکنیم با اون موضوعات عمل بکنیم و الله متعال استدعا میکنیم که الله متعال بر ما توفیق نصیب بکنه تا بتانیم که این ماهی که در پیش رو است و این چند روز اخیره که مانده از این خوب استفاده بکنیم. خب، قبل از اینکه بر ماه مبارک رمضان بپردازیم، چند نقطه راجع به ماه شعبان خدمتتان به عرض میرسانم. ماه شعبان از جمله ماهایی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم این ماه را بیشتر عبادت میکرد و بیشتر روزه میگرفتن. امروزه ما یعنی دو ماهی که بسیار مهم است. یکی البته که ماهای حرام موضوعش جدا است، اما دو ماهی که ما یکی قبل از رمضان است یکی بعد از رمضان، ماه شوال که است. در این دو ماه ما بسیار غفلت میکنیم. در ماه شعبان همه منتظر رمضان هستند، اما از فضیلت و از یعنی ما از این روزهای خاص بهره‌مند نمیشن و فراموش میکنن که باید در این ماه هم ما باید خوب عبادت الله متعال بکنیم. و ماه شعبان، ماهی که بعد از رمضان است، ماه شوال، یعنی عید که می باشه، همه دیگه میگن که ما خو روزه گرفتیم و عبادت کردیم و یعنی همون مکلفیتی که بود ادا کردیم دیگه، نال آزادی است و هر کار که خواستیم میکنیم. یک اشتباه بزرگ است، چون که الله متعال ما را بیهوده خلق نکرده و الله متعال میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما در دنیا به خاطر بندگی الله متعال هستیم و الله متعال یکی از دلایل پیدایش ما عبادت است که ما باید عبادت الله متعال بکنیم. بنان غفلت کردن در ایام مهم و ضروری اصلا کار یک انسان عاقل و هوشیار نیست. یک مسلمان باید همیشه زیرک و هوشیار باشه و بفهمه که دنیا به این نیست که یعنی ما اینجا خوب یعنی قسم باشیم که گویا اصلا آخرت وجود نداره و یا هم اصلا زندگی دیگه، زندگی ابدی نیست.
و هر کاری که خواستیم، هر خوشی، هر لذتی که در دنیا است او را بچشیم و از او استفاده بکنیم. این یک غلط فهمی است. چنانچه که پیامبر صلی الله علیه و میگه دنیا سجن المؤمن، برای مسلمان این دنیا یک زندان است. یعنی یک شخصی که در زندان می باشه او نمیتونه از تمام امو لذایز و یا لذت هایی که هست از او استفاده بکنه، زیرا در زندان آزادی سلب است. خوراک و پوشاک و این چیزا که هست یعنی او خواست چیزی که خواست ما است نیست. این دنیا هم به می شکل برای یک مسلمان است. یعنی از هر آن چیزی که الله متعال ما را منع کرده به این معنا است که روز است که ما به این آزادی حقیقی می رسیم. بنان در مقابل چشم ما یک پرده ای است که ما دیده نمیتونیم، که یعنی غیب دیده نمیتونیم و چیزی که بعد از مرگ است او را ما دیده نمیتونیم. یعنی زندگی که بعد از مرگ است چگونه یک زندگی است. زمان که چشم ما بسته میشه این پرده از دم چشم ما دور میشه و بعد از اون ما میتونیم که حقیقت ببینیم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین با آمدنش و با نصوص شرعی، با تشریح نصوص شرعی، با احادیث گرانبهارش بر ما تشریح کرد و بیان کرد که یک مسلمان باید هوشیار باشه و باید بفهمه که کدام کار درست است و کدام کار به نفع دنیا و آخرتش است اون انجام بده. بنابراین این چند روز که از ماه شعبان مانده باید از این استفاده بکنیم. حداقل چند روزش که در توان داریم، یعنی وقفه گرفته در بین روزه بگیریم و دعای مسنونه را، اذکار مسنونه را، تلاوت قرآن کریم، صدقه دادن، خدمت به والدین، این کارا را انجام بدیم. چرا که اعمال ما قسمی که از حدیث پیامبر صلی الله علیه و ارشاد است که پیامبر صلی الله علیه و میفهمه که اعمال بنده در ماه شعبان بر الله متعال پیش میشه. بنان من خوش دارم پیامبر صلی الله علیه و میگه که اعمالم در حالت به الله پیش شود که من روزه هستم و در نماز هستم و در تلاوت هستم. بنان این چند روز که از شعبان مانده کوشش بکنیم که از این استفاده بکنیم و حتی نشک ما منتظر رمضان مانده و از این روزای خاص محروم شویم. ثانیاً می رسیم به این که عنوان ما قسمی که نوشته کردیم و شما هم در بنرها و در پوسترها مطالعه کردین و دیدین که گفتیم رمضان یعنی چگونه ما از رمضان استفاده بکنیم و یا هم بگیم که رمضان فرصتی است برای تغییر. چگونه تغییر؟ انشالله ایره ما حال امرای شما شریک میسازیم. اما قبل از او گفته شود که ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانچه که الله متعال میگه که انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی قرآن بر بار نخست که نازل شده مکمل در شب مبارک یعنی لیلة مبارکه در ماه شعبان یا در 15 شعبان است که بر آسمان اول دنیا بیت المعمور در اونجا نازل شد و بعد از او در شب قدر با پیامبر صلی الله علیه و سلم در ظرف 23 سال آمد. خب به هر صورت زیاد حاشیه روی نمی کنیم. این ماهی است که جسم و روح را پاک می سازه و انسان قسم آماده می سازه که یعنی اگر مثل که از مادر نو تولد شده باشه. چنانچه که در حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در منبر بالا می شدن آمین 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 یعنی 3 بار آمین گفتن که یک آمین گفتنش که ازش صحابه پرسیدن که چی است، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که جبرائیل علیه السلام آمد و برای ما گفت که ما به کسی که لعنت میگم تو بگو آمین و یکی از او کسایی است که ماه رمضان برش برسه
و این نتونه که درست از این ماه استفاده بکنه، یعنی گناهاش پاک نشه و رمضان از این تو تیر شود. بنان لعنت الله و همچنان ای که از رحمت الله این شخص دور میشه، چون که یک این ماهی است که یک گناهای که انسان در طول 11 ماه انجام میده الله متعال او را عفو میکنه. و مسلمان به می است که به الله متعال رجوع بکنه. ادعونی استجب لکم، الله متعال بر ما امر میکنه شما دعا بکنید، شما یعنی به ما رجوع بکنین و این ماه بهترین ماه دعا کردن و رجوع کردن به الله متعال است. خب میرسیم به این که رمضان به چی معنا؟ از رمضان گرفته شده به معنای گرمی و یا هم شدت حرارت از خود رمضان. به این نام به این خاطر مسما شده زیرا گناه های ما را می سوزانه. وقتی که ما در آتش در بخاری چوب مندازیم، چوب آتش میشه و میسوزه. اینمی گرمی ازی ببینید که آب و هر چیزی که باشه او را گرم میکنه یا هم میسوزانه. این ماهی است که گناه مسلمان هم میسوزانه. در اصطلاح هم گفته میتونیم که ماه رمضان ماه نهم از ماه قمری است، یعنی ماه نزول قرآن، ماهی که الله متعال دروازه های بهشت باز میکنه، ماهی که دروازه های جهنم بسته است، ماهی که شیاطین به زنجیر کشیده شدن یعنی بسته هستند، و ماهی که الله متعال دعا را میپذیره، و ماهی که اعمال چند برابر ثوابش میشه، و ماهی که یک شبش برابر به 1000 ماه است. یک ماه ما در پیش رو داریم و بر یک کسی که واقعا از عقل و خرد کافی برخوردار باشه، وقتی که یک سخن برش از حق میرسه او را میپذیره و او را قبول میکنه و او قانع میشه و کوشش میکنه که به الله متعال رجوع بکنه. چون زندگی دنیا قدر یعنی قسم که پیامبر صلی میگه در دنیا قسم باشین مثل که یک رهگذر، یعنی تو نباشین که والا ما اکثر کسا را دیدم که اونا آنقدر یعنی وابسته ای دنیا بودن که خانه، جای، موتر، زن، فرزند، یعنی گویا اصلا مرگ وجود نداشت، در حالی که تمام بشر یعنی اگر از هر دین و مذهبی که است معتقد به این هستند که مرگ حق است و روز مرگ آمدنی است. بنان ما گفته میتونیم که نباید یک مسلمان به دنیا دل بسته کنه و دل ببنده، زیرا زندگی اصلی یک مسلمان در آخرت است. وقتی که جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و میآید و آغاز میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی الله متعال ای رحمان صفت ذاتی الله متعال است که الله متعال بر خود در آغاز هر سوره ای را بیان کرد. بعض از علما و مفسرین میگن که بسم الله الرحمن الرحیم جز در هر سوره ای که آمده جز از اون سوره است. بنان وقتی که الله متعال میگه که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی رحمان بخشاینده عام است. الله متعال در دنیا با کسی یعنی اگر کسی گناه بکنه، معصیت بکنه، نافرمانی الله را بکنه، در این دنیا کس شاخ نمیکشه، اما یک کار میشه که الله متعال هدایت از او میگیره و بر مسلمان و کافر یک قسم یعنی رزق میده، خانه، جای، هر آن چیزی که بخوای برشان میده. اما رحیم مهربان است که الله متعال فقط بر مسلمان است و الله متعال ما را شامل او مهربانیش در آخرت بگردانه. بنابراین حقیقت ماه رمضان ماه پاکی است،
ماهی که وجود خود را از تمایلات مادی و حیوانی زدوده و با روزه ضمن تطهیر جسم به تطهیر روح نیز میپردازد. یعنی نه تنها جسم که ما جسم خود بلکه روح خود هم پاک میکنیم تا در عالم پاکی و رشد تعالی از انوار هدایت بخش الله متعال بهره‌مند شود. و این ماه به عنوان خجسته ترین و بهترین ماه در اسلام شناخته شده، زیرا که یک عمل بنده در این ماه به چند برابر محاسبه می شود. و این ماه ماهی است که الله متعال بنده های خود مهمانی میکنه و هر کسی که در این ماه به نیت ثواب روزه میگیره، الله متعال در آخرت از بابی در بهشت وجود داره به نام ریان، از او باب، یعنی باب روزداران، دروازه روزداران که در بهشت است، از او دروازه داخل میشن و او دروازه بسته میشه. یعنی دیگه کس غیر از روزداران از او دروازه داخل شده نمیتونن. البته که کسی که قسم حدیث در آغاز برتان گفتم که من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی که روزه ماه مبارک رمضان را بروی ایمانداری، یعنی از روی ایمان، حتی نباشه که ما بگیم که روزه هست دیگه حالا باید بگیریم یعنی بالای خود یک دلتنگی را بیاریم یا بگیم که حالا چطور میشه اگر نگیریم مردم بد میگه، اگر به این شکل نباید باشه. این از جانب الله فرض شده. الله متعال میگه که یا ایها الذین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این روزه بر شما فرض شده و قبل از شما هم فرض شده بود بر امتهای دیگر. بنان از روی ایمان اگر شخص روزه گرفت و به نیت کسب ثواب، یعنی روزه خو میگیره نیتشان هم امی باشه و تمام اعمال، چنانچه که حدیث مشهور است که ما شما او را شنیدیم زیاد که انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال دار مدار اعمال مربوط به نیت است. بنان بر هر شخص ضروری و لازم است که این نقطه را مد نظر بگیره که روزه گرفتنشان به نیت ثواب باشه و از روی ایمانداری باشه. این ماه نزول قرآن کریم است، ماهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را یعنی تلاوت کرد و قرآن را خواند و قرآن را به بشر رساند. ماهی است که در این ماه بنده های الله متعال به الله میتونند برسند. یعنی یگانه ماهی که انسان بسیار به سادگی میتونه به الله برسه ماه رمضان است. اگر ببینیم و تجربه کرده باشیم که وقتی که زمان که انسان روزه می باشه کوشش میکنه که حرف های نادرست و خراب نزنه، کوشش میکنه که نگاه های خود از نامحرم و از حرام دور داشته باشه، کوشش میکنه که گوش های خود از شنیدن هر آن چیزی که الله متعال منع کرده از او دور بداره، کوشش میکنه که نفس خود یعنی کنترل بکنه. ما شما شاهد هستیم که در این ماه یعنی هر انسان در کوشش ازی است، در صدد ازی است که باش بتانه که از حرام دوری بکنه. یعنی اگر بر عامیانه بگوییم که در شهر و بازار میگردیم، یک کسی با کسی دعوا نمیکنه، میگه که من روزه هستم و یک کسی رو دشنام نمیته، میگه اگر من روزه نمی بودم. یعنی به این شکل از اصطلاحات کار میگیرن که هدف امی است که در این ماه میخواهند که به الله متعال برسن. و چقدر غافل هستن کسایی که در این ماه، یعنی ماه خیر و برکت، از این فرصت استفاده نکنن. و به این شکل نمیشه که اگر ما بگوییم که پیش خود بگوییم ما خوب استفاده میکنیم از این ماه و عبادت الله را میکنیم و به الله نزدیک میشیم و به الله رجوع میکنیم، خوب ذکر الله را میکنیم، شب میخیزیم، قیام اللیل میکنیم یعنی تهجد میخوانیم و تراویح میکنیم، ختم قرآن میکنیم و
امثالهم. نه تنها این موضوعات، البته که دو نقطه دیگه هم به این متن ما برمیخوره. نقطه اول ای که الله متعال میفرماید به پیامبر صلی الله علیه و سلم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قو انفسکم و اهلیکم نارا. هم خود نجات بده از آتش جهنم و هم اهلت نجات بده. اگر ما در این فکر و در این نیت باشیم که ما خو غافل نیستیم و ما از این ما استفاده میکنیم و الله متعال رجوع میکنیم، این کامیابی نیست. ما باید اعضای فامیل خود، دوست خود، همسایه خود هم نه تنها به گفتار بلکه به عمل برشان ثابت بسازیم که این ماه الله است. نباید در این ماه ما اعمالی که الله متعال منع کرده او را انجام بدیم و کوشش بکنیم که در این ماه گناههای خود پاک کرده و به الله رجوع کنیم. و موضوع دومی ای که تنها با عبادت کردن نمیتونیم که ما به مقام و منزلت یک روزدار برسیم. البته که ما باید از زیادی از حرام ها دوری بکنیم، قسمی که امروز رایج است در بین ما. ما ایره همیشه گفتیم که یک زمان بود که تنها خواهرها یعنی طبقه اوناس بودن که در یک جای جمع می شدن یا یکی دیگه غیبت میکردن، با سر یکی دیگه تمسخر میکردن و یعنی فلانی رو دیدی که مویاش چه رقم بود و کالاش چه رقم بود، از این گپا. اما امروز هم جالب است که میبینم که یعنی جوانا بچه ها هم سر دچار این موضوعات شدن، بالا یکی دیگر حرف زدن و تمسخر کردن و نام ماندن و غیبت کردن و یعنی که یک دو نفر استاد هستن وقتی که از همدیگر جدا میشن عاجل پشت از عیب از او را یاد میکنن. تنها با روزه نمیشه که ما دهن خود بسته کنیم، یعنی امساک بکنیم از خوردن نوشیدن، بلکه باید از هر آن حرامی که الله متعال ما را نهی کرده باید از او دوری بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید آن کسی که رمضان سبب آمرزش گناهانش نگردد و از دنیا بدون استفاده از ماه مبارک رمضان برود، الله تعالی او را از رحمتش دور میگرداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گریه میکردن در آخر عمر خود و یک سال از عمر خود که پیامبر صلی الله نتونستن اعتکاف بشیدن، سال بعدش 20 روز اعتکاف نشستن و در عمر مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه کوشش میکردن که در رمضان یعنی آخرین حد اعمال انجام بدن و دیگران را هم توصیه بکنن که تا اعمال بیشتر انجام بدن تا گناهانشان عفو شده و مقام منزلتشان بالا بره. چنانچه که صحابه یا خانمای پیامبر صلی الله میفرمودند که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مگم شما گناهکار هستین العیاذ بالله، یا شما کدام خطایی دارین که اینقدر دعا و ذکر و عبادت و تلاوت میکنین؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم چهره مبارکشان همیشه همونطور یعنی ما که امروز یک برادر مسلمان خدا میبینیم همیشه همونطور با چهره با پیشانی ترش، مثلا با فامیل که وارد خانه میشیم بعض اوقات انسان میبینه که اگر پسر است و یا هم پدر است با اون پیشانی ترش وارد خانه میشه و کلا چای چیست و نان چیست و او چیست. هم پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه با یک تبسم، با یک چهره بشاش با خانم های خود، خصوصا با دوستا و کسایی که اهلش بودن صحبت میکردن و پیامبر در جواب این سوال برشان گفت که نخیر، گناه از ما نیست، اما یعنی پیامبر هم گناه نداره، اما تنها دعا و ذکر و عبادت به معنای نیست که انسان از گناههای خود توبه بکنه، بلکه زیاد عبادت کردن و زیاد دعا کردن میتونه که انسان شکر الله را به جای بیاره. و لئن شکرتم لازیدنکم، هر چقدر که انسان شکر الله را بکشه، چی در عبادت چی در هر کار، الله متعال بر از او افزود میکنه. اگر مثلا ما یک چند رکعت نماز، یک ذکر و دعا تلاوت کردیم،
و از الله متعال شکر الله را کشیدیم. الله متعال بر ما توفیق بیشتر میده. مثلا اگر ما پابندی بر فرایض کردیم، محکم در جماعت حضور کردیم، حضور پیدا کردیم، الله متعال بر ما توفیق سنت ها را میده که سنت هم بخوانیم. وقتی که در سنت پابندی کردیم، الله متعال بر ما توفیق مستحبات هم میده. وقتی که ما در مستحبات پابندی کردیم، الله متعال بر ما توفیق نوافل هم میده. به می شکل، به این معناست که ما اگر چقدر شکر الله را بکشیم و عبادت بکنیم، الله متعال به مو اندازه بر ما توفیق عبادت بیشتر نصیب میکنه. بنابراین نقطه ای که به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است او ای است که اگر کسی از این ما نتونه خوب استفاده بکنه، یعنی در ضمن که از الله دور شده، در ضمن که از الله دور شده، یعنی از رحمتش دور میگرده، به این معنا که الله متعال هدایت از او میگیره. و هدایت چیز نیست، یک نوری است که از جانب الله از آسمان به قلب یک بنده می آید. و اگر او را شکرش کشید و او را پرورش داد و او را قدردانی کرد و او را از جانب الله دانست، او زیاد میشه و به تمام بدنش سرایت میکنه و از خودش به فامیلش سرایت میکنه، به قوم خیشش سرایت میکنه، به اهل و عیالش سرایت میکنه. اما اگر او را نادیده گرفت و گفت که خب از خوشیاری و زیرکی خودم بود، یا مثلا اگر نماز خواند، اگر دعا کرد، اگر تلاوت کرد، بنان الله متعال او را ازش میگیره. ما در کوشش باشیم که زمانی که الله متعال بر ما یک توفیق، یک عمل نیک داد، شکر الله را به جای بیاریم و از این نقطه هم استفاده بکنیم. الله متعال بر ما شما توفیق از این نصیب بکنه که تا بتانیم که یک بنده خالص باشیم. چنانچه الله متعال میگه که مخلصین له الدین، بر دین خود باید ما مخلص باشیم و اخلاص چیزی است که ما را به الله بسیار به سادگی میرساند. اگر روزه باشه، اگر نماز باشه، اگر تلاوت قرآن باشه، اگر ما او را به فکر بخوانیم. بعض اوقات بعض از دوستا میگن که ما خود نماز هم میخوانیم، جماعت هم میریم، اما بازم احساس ناراحتی و جگرخونی میکنیم و بازم ما از منکرات منع نمیشیم. یعنی از پیش ما یک منکر سر میزنه، یعنی غیبت میشه، دروغ میگیم و ما یعنی از ما اعمال سر میزنه که با او اعمال الله تعالی از ما ناراض میشه. نقطه اینجاست که نماز ما و یا هم اگر بگوییم در مورد روزه، روزه ما روزه نیست، نماز ما نماز نیست. اگر ما ایره متوجه شویم، فرض کنیم در حضور الله متعال استاد هستیم و میخوانیم که الحمدلله رب العالمین، تمام ثنا و حمد از لله به الله است که رب العالمین است، مالک یوم الدین. این سه آیت نخست از الله است، یعنی توصیف الله است و بیان بزرگی الله است، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. و آیت دومیش، آیت چهارم که است ایاک نعبد، مربوط به یعنی خاص یا الله ما تو را پرستش میکنیم. این جزء از آیت چهارم هم به طرف الله هست که ما الله را میگیم و توصیفش میکنیم، ما خاص تو را عبادت میکنیم. ایاک نستعین و تا آخر آیت اینجا مربوط به عبد است، یعنی مربوط به بنده است. این سه آیت و یک از آیت چهارم مربوط به طرف الله است و بعد از ایش مربوط به بنده است. اگر یک انسان وقتی که استاد است و وقتی که میخوانه که الحمدلله رب العالمین و به این فکر میکنه که یعنی تمام حمد و ثنا فقط به الله است و او که است رحمان رحیم است و پادشاه روز جزا است و خاص ما او را عبادت میکنیم، بنان در وجود از او یک خوف پیدا میشه که ما به چی ذات عبادت میکنیم. در وجود از او یک محبت پیدا میشه و او امیدوار است بر رحمت الله متعال. اگر ما متوجه شویم که نماز خواندیم و نفهمیدیم که ما چی خواندیم، نمیگم که بعض اوقات خود انسان هم، من خودم شخصا متوجه شده که خواندیم قرائت تکمیل شده اما ما نفهمیدیم، دوباره اثر شروع کردیم، زیرا ما نفهمیدیم که یا فکرم دیگه جای رفته، یا مثلا
یک کسی سر و صدا داشته، یک چیزی بوده که من متوجه نشدم. از ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، انسان از منکرات و فحشا و از هر آن چیزی که حرام است از بعد از او باز مشکل است رکوعش رکوع نباشه. یعنی وقتی که ما در رکوع میریم بفهمیم که ما چی میگیم، وقتی که در سجده میریم ما بفهمیم که چی میگیم، بنان این نماز میشه. و همچنان در روزه به می شکل است. اگر ما روزه ای بگیریم که تنها دهن ما بسته نباشه، اگر تنها دهن بسته بود دیگه چشم و گوش و اعمال و معاملات ما مطابق به مو احکام الله نبود، بنانی روزه ما روزی نیست که الله متعال بر ما دستور داده. فقط چیز است که ما یعنی قسمی که بر ما اجداد ما میراث رسیده و ما سر از او اصلا توجه و غور نکردیم که یک امر الهی است و باید به بهترین شکل مخلصین له الدین باید به بهترین شکل انجام شود. باز این روزه بالای ما تاثیر میگذاره، این روزه ما را به الله متعال میرسانه. روزه چیست؟ در لغت به معنای خودداری و پرهیز کردن، یعنی امساک است. ما از یک چیز دوری میکنیم، از یک چیز پرهیز میکنیم. چنانچه در سوره مبارکه مریم آمده که اینی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، من برای الله رحمان روزه نظر کردم، یعنی روزه گرفتم که با کسی گپ نزنم، صحبت نکنم. این یک نوع روزه از امتهای گذشته بود که در قرآن کریم کیفیتش بر ما بیان کرد. معنای شرعی صوم و روزه عبارت است خودداری کردن از خوردن و نوشیدن و آموزش از صبح صادق تا غروب آفتاب، همراه با نیت و قصد تقرب به سوی الله متعال. معنای شرعی روزه و روزه فقط یک عمل عبادی نیست، بلکه راهی است برای رشد معنوی. یعنی یک انسان از لحاظ معنوی، اگرچه که امروز دنیای مادی است، همگی مادیات پرست شدن، سلام علیکم و سلام دادن هم از روی اگر ما ببینیم که یک شخص خوب پولدار و سرمایه‌دار است، سلام دادن ما، احوال پرسی ما هم با او فرق داره. و این روزه و این ماه ما را میرسانه به این که ما از لحاظ معنوی رشد بکنیم، که ما بفهمیم که در اصل ات نیست که یعنی او شخصی که دارایی داره او که نداره، در حالی که امکان داره که الله متعال از او شخصی که نداره غربا، یک فلسفه، یک موضوع جدا، یک بحث جدا است که حالا سر از اون نمیپردازیم که شاید ما سر از اون زیاد صحبت بکنم. اما کسایی هم هستن که الله متعال اونا را دوست داره، مثل که اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که تمام دار و مدار خود، تمام زندگی خود، چنانچه پیامبر هم یک بار تقاضای در مسجد تقاضا کرد که کی است که حاضر است که مثلا کمک بکنه. اگر ما باشیم فرض کو که چی خواد کردیم و چی را بر پیامبر خود آوردیم. اما صحابه کرام، عمر رضی الله تعالی عنه نصف از دارایی خود آورد و او پیش خود فکر کرد که شاید دیگه امکان نداره که از مکه کسی سخی تر باشه، یعنی از مکه بر پیامبر سلام که تمام نصف دارایی خود بیاره. اما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کسی بود که تمام زندگی خود فدای پیامبر صلی الله علیه و سلم، فدای دین کرد و تمام مال دارایی خود آورد به پیامبر سلام گذاشت که این است مال دارایی ما و این فدای تو. گفت در خانه چیز ماندی؟ گفت در خانه فقط الله و پیامبرش ماند. بنان اونا از لحاظ معنوی رشد کردن، پیش از اونا مادیات قدر معنایی نداشت. ما اگر امروز میخواییم که از لحاظ معنوی رشد بکنیم باید این نقطه را مد نظر بگیریم که روزه فقط یک عمل عبادی نیست، بلکه ما را از لحاظ معنوی هم رشد میده و اصلاح رفتار و تقویت سلامت جسم و روح محسوب میشه. یعنی نه تنها که رفتار و اعمال و کردار ما، بلکه جسم ما هم با روزه
یعنی اصلاح میشه و خوب میشه. فلسفه روزه البته که فلسفه خیلی زیاد داره و قبل از اسلام روزه فلسفه داشت، ما او را در شامل بحث نساختم چون که وقت ما هم امکان داره که یاری نکنه با ما. امیال هم شاید زیاد وقت تا نگرفته باشم و حاشیه روی کرده باشم، اما باور کنین عزیزان که هدف ما این است که اول این سخنا بالای خود ما تاثیر بکنه. هر دعوتگری که به خاطر الله دعوت میته، هر استادی که به خاطر الله یک چند سخن را که الله برش آموختانده او را به دیگران میرسانه، هدفش اول نشانه قلب خودش است که باش که اذا تکرر تقرر فی قلب، هر چقدر که تکرار بکنه اونمو در قلبش تقرر یعنی محکم میشه. بنان سخنانی که بیان میکنم اول نشانه قلب خودم است که من او در قلب محکم شوه این حرفا و ما بتانم به او درست عمل بکنم. و همچنان بعد از او شما که الله متعال میگه که این الذکر تنفع المؤمنین، ذکر و یعنی دعوت و توصیه کردن و کسی را راهنمایی کردن به شکی نفع داره و برای یک مسلمان نفع میرسه، در حالی که شاید او موضوعات او بفهمه، اما هدف ای است که با مذاکره کردن، با صحبت کردن و نشستن پی ازی باعث میشه که او ایمانش تازه شود. چون که صحابه کرام یکی دیگر را که میدیدن میگفتن که تو ما را نصیحت کن، یکی دیگر را میگفتن. و حتما این سوره که والعصر، قسم بر وقت، قسم بر زمانه، قسم بر نماز عصر، ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان بزرگ است، الا الذین، مگرم کسانی که آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان آوردن و به ایمان خود عمل صالح انجام دادن و تواصوا بالحق و دعوت دادن دین حق. حق مرادش دین اسلام است. هر کسی که تواصوا بالحق، به حق یعنی اسلام دعوت داد. چی یک کلمه پیامبر صلی الله علیه و آله میگه بلغوا عنی ولو آیه، حتی اگر یک کلمه هم از ما یاد دارین به دیگران برسانین. و تواصوا بالصبر، بر این دعوت خود صبر کرد. یعنی قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به کاکای خود پافشاری میکرد که ایمان بیار، ایمان بیار، ایمان بیار. وقتی که زمان که فوت کرد بسیار ناراحت بود. الله متعال برش آیت نازل کرد که انک لا تهدی من احببت، ای پیامبر کسی را که تو دوست داری هدایت، یعنی هدایت دست ما است. انک لا تهدی، تو هدایت کننده نیستی ای پیامبر، من احببت، کسی را که دوست داری، بلکه ما هستیم که هدایت میکنیم هر کی را که بخوایم. هدف ای است که او انسان رویش به طرف الله باشه، یعنی به طرف الله متعال مقابل باشه، تو نباشه که پشتش به طرف الله باشه. اگر پشتش باشه هدایت نمیشه، اما اگر بر مقابل الله استاد شود و دعا بکنه و بخواه که به حقیقت برسه، انشاءالله که میرسه. یکی از فلسفه های روزه تقویت تقوا و خودسازی است، چنانچه که الله متعال میگه که لعلکم تتقون، تا شما پرهیزگار شوین. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به شک نزد ما کسیتان محبوب و دوست داشتنی است که تقوادار است. و روزه انسان تقوادار میسازه. و روزه به عنوان یک تمرین برای کنترل نفس و مهار خواسته های مادی موجب تقویت تقوا و نزدیکی بیشتر به الله تعالی میشود. یعنی روزه نفس کنترل میکنه. ما در سمینارهای گذشته هم براتون یاد کردیم که ما سه دشمن داریم و این را باید بشناسیم و با این خوب معرفی شویم. اول دشمن ما شرک است. شرک یادتان باشه که دشمن بزرگ ما است و ما مسلمانان دچار شرک اکبر نمیشیم که ما بگوییم نعوذ بالله من ذلک که الله دو دانه است. ما شرک اصغر انجام میدیم، مانند ریا کردن، مانند بعضی چیزها را غیر از الله دانستن، مانند ای که مثلا ما رزق غیر از الله بدانیم، مانند ای که ما مرض غیر از الله، یعنی بگوییم که در فکر ما این نیست که اگر ما مریض میشیم این از جانب الله بود، یعنی الله این مرض بر ما مسلط کرد. ما بگوییم که الان این آب من نوشیدم مریض شدم، این غذا را خوردم مسموم شدم، یا
در حالی که در ذهن یک مسلمان باید ای باشه که الله فقط الله کننده است. هر آن چیزی که دستور بده کن فیکون او انجام میشه. بنان فقط او است که تصمیم میگیره که کدام کار شوه کدام کار نشوه. هیچ چیز بدون یعنی در علم الله از ازل موجود است این چیزا. بدان شرک اصغر ما باید متوجه باشیم. یک موضوع. دوم، شیطان. این الشیطان لکم عدو مبین، دشمن آشکارایتان است. اما این صادقانه بگوییم که ما شیطان به دشمنی نمیگیریم. ما شرک به عنوان دشمن نمیشناسیم. و سوم نفس که دشمن سومی ما است. یک دشمن، دو، سه. شرک، شیطان، نفس. این سه تا دشمن ما است. دشمن حقیقی ما است. این سه تا را باید بشناسیم و با این باید مبارزه بکنیم. اگر زیاد نمیتونیم کم مبارزه بکنیم. اگر الله متعال از ما پرسید که کسایی که با دشمنی که من معرفی کرده بودم دشمنی کرد در دنیا، اونا جدا شوند، حداقل ما و شما جدا شویم. در این ماه یکی از فلسفه های دیگه روزه همدردی با نیازمندان است. اگر ما ببینیم که در این ماه چگونه یعنی پولدار و غریب و همه کی از صبح تا شب چیزی نمیخورند و یک مسلمان که واقعا بنده الله است، چنانچه که الله تعالی میگه علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، غیر از ما بر شما، مثل که در دیگه جای الله میگه و قضا ربک الله تعبدوا الا ایاه. الله تعالی بر ما میگه غیر از ما کس دیگر شما عبادت و بندگیش نکنین و ما بر شما توصیه میکنیم که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، شما باید بندگی ما را بکنین و بنده ما باشین، نه بنده نفس، نه بنده شیطان، نه بنده دنیا. ما باید بنده الله متعال باشیم. بنان این روزه، این ماه بر ما این حس میده که یعنی گرسنگی و تشنگی هم است و ما ایره باید فکر بکنیم که فقیرها هم وقتی که گشنگی و تشنگی، یعنی کسی که ایره تجربه کرده باشه یا روزه یا بدون روزه، او میفهمه که گشنگی و تشنگی یعنی چی. اما کسی که تجربه نکرده باشه او نمیفهمه و این ماه بر از اون کسایی که نمیفهمه میفهمانه که گشنگی و تشنگی یعنی چی. باید تو کمک بکنی با فقیرها و نیازمندا. و اگر صادقانه بگوییم، اگر که مسلمانای جهان چیزی که بالایشان تعیین است از لحاظ زکات، از لحاظ صدقات، از هر چیز، اونا امی چی خود صدقات و زکات و فطر اینای خود صادقانه بتن، هیچ مسلمان، هیچ انسانی در زمین گشنه نمیماند. اما این که امروز گشنه میمانند، مثلا جهان، بعد از جهان مثلا یک قاره و بعد از یک کشور، بعد از یک منطقه، اگر در یک منطقه ما گشنه است، کسی غریب است، مسکین است، ایده بفهمین که در اونجا اغنیا، کسایی که غنی هستند، کسایی که پولدار و ثروتمند هستند، اونا زکات خود درست نمیتن و اونجا کسایی هستند که صدقه نمیتن. پس ما باید حداقل به گوششان برسانیم که الله متعال سخت پرسان کننده است و کسانی که شب گشنه خواب شوند و ما شکم ما سیر باشند. سلامتی جسمی و روحی. روزه به عنوان یک روش طبیعی سمزدایی به پاکسازی بدن و تقویت سیستم ایمنی کمک میکند. همچنین باعث آرامش روحی و تمرکز ذهنی می شود. دقیقاً بعضی از کشورها اونا توصیه میکنن به مریضای خود که شما مثلا صبح تا شب چیز نخورین و مثلا سرتان در زمین بگذارین، مثل که ما سجده میکنیم، اونا را میگن که شما. این باعث از این میشه که انسان نه تنها از لحاظ روحی بلکه از لحاظ جسمی هم یعنی بدنش درست شود و سیستم ایمنی بدنش بالا بره، یعنی بتونه خوبتر بالای ذهن خود، بالای جسم خود تمرکز پیدا بکنه و به آرامش حقیقی برسه. و هر آرامش یک منبع و یک سبب داره
و بدون سبب و منبع انسان نمیتونه به آرامش حقیقی برسه. و یک مسلمان اگر واقعا میخواد که به یک آرامش حقیقی به کامیابی برسه، بنابراین او باید احکام الله را انجام بده و روزه یکی از احکامی است که اگر ما او را به شکلی که الله و پیامبرش بر ما دستور دادن او را انجام بدیم، ما به یک آرامش حقیقی میرسیم و جسم و روح ما ان الله که یعنی جسم و روح ما به چی میرسه؟ آرام میشه و تقویت میشه. تقویت اراده و صبر. روزه گرفتن به فرد کمک میکنه که بر خواسته های نفسانی و عادت های روزمره غلبه کرده و اراده قوی تر داشته باشد. یعنی یکی از فلسفه های دیگه روزه می است که انسان صبور میشه. مثل که ما از صبح چیز نمیخوریم، فرض کنید کسایی که در ماه شعبان روزه گرفتن و خصوصا ایام البیض که میگیرن، تاریخ 13 و 14 و 15 که از سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم است و پیامبر صلی بر ما دستور داده که اگر شما در یک ماه 3 روز روزه بگیرین، الله متعال یک روزه به 10 روز معامله میکنه. یعنی در اعمال نامه نوشته میشه اگر تو 12 ماه را در هر ماه 3 روز بگیری، در آخر سال نوشته میشه که تمام سال روزه بود. بنان این روزه بر ما آموزش صبر را میده تا ما بتانیم که قوی باشیم و در مقابل مشکلات استادگی بکنیم. و یادآوری وابستگی انسان به الله تعالی. روزه همچنان یکی از فلسفه هایش این است که یک انسان نمیتونه که با الله قطع و برید بکنه. هر انسانی که باشه، چی مسلمان چی غیر از مسلمان، میبینیم که اگر اون دو است بازم میره اونجا در بتخانه خود، بازم میگه که با طرف آسمان سر میکنه و میگه که ای خو اصلا با بت خو اعتنا نمیکنه، خو میگه که بت مرا اگر برسانه، چون بر از اونا خود دین نرسیده، یا اگر رسیده باشه طبعا که عرف و جامعه ایشان یا مثلا بعضایشان از ترس، قسم که ما آگاه هستیم که بعضایشان به خاطر که باش کشته نشن دین خدا پت کردن. به هر صورت بر ما روزه یادآوری میکنه که ما وابسته به الله هستیم و هر کسی که وابسته به الله باشه، الله متعال وابسته به او است. چنانچه که اگر کسی مثلا دوست داره که الله متعال ملاقات بکنه، الله متعال دوست داره که او را ملاقات بکنه. بنابراین هر کس که وابسته به الله باشه، الله متعال به خواستای از او، به خود از او توجه میکنه و به ملائک میگه، به جبرائیل علیه السلام میگه که من بنده خدا دوست دارم، شما هم دوست داشته باشین. و اهل آسمان میگه به اهل زمین میگه که الله متعال این بنده را دوست داره، شما هم دوست داشته باشین. و چی زیبا میشه که یک انسان که وابسته الله است، الله متعال اعلان بکنه که من این بنده را دوست دارم که از صبح تا شب ای به خاطر من در ضمن که از خوردن و نوشیدن دوری کرده، از هر آن چیز حرامی که ما او را منع کرده بودیم از او دوری کرده. همچنان روزه نشان میده که انسان برای بقا به نعمت‌های الهی نیاز دارد و این موضوع باعث شکرگزاری و قدردانی بیشتر می شود. همچنان به صراحت گفته میتونیم که روزه در واقع یک انقلاب درونی است. یعنی که انسان که سازندگی دارد، در حقیقت روزه ای است که حکمت آن روشن است و روزه حقیقی آن است که تربیت جسمانی و روحانی را در بر داشته باشد. نه تنها جسمانی بلکه روحانی را هم، که نقطه را من چند بار اشاره کردم، که روح را پاک کنه و نفس را آرام بسازد، تن را سالم و روح را تقویت نماید، عزم و اراده انسان را استوار داشته و بر صبر و بردباری او بیفزاید. این است روزه. پس می رسیم به بحث دیگی که حکم و فضیلت روزه است. انشالله که شما عزیزان خسته نشده باشین. من نمیفهم که خب خیر، کوشش میکنیم که خلاصه بیان بکنیم. حکم روزه، آیت ما بیشترم براتون تلاوت کردم که بر ما فرض است.
یعنی زمانی که یک مسلمان یک فرض الله را انجام میده، الله متعال از او خوشنود میشه، الله متعال او را دوست می داشته باشد. وقتی که الله متعال ما را دوست داشته باشد، طبعا که دوستی الله هم در دنیا و هم در آخرت کامیابی است و هر کامیابی آخرش بهشت است. الله تعالی میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، بر شما روزه فرض است، یعنی بر شما روزه واجب شده، علیکم بر شما الصیام روزه، کما مثل که کتب فرض گردیده بود یا واجب شده بود، علی الذین من قبلکم بر کسایی که قبل از شما بودن، و هدف از روزه لعلکم تتقون، به خاطر چی است؟ به خاطر از که شما تقوادار شوید. و تقوا، تعریف تقوا ای است که انسان هر آن چیزی که حلال است او را انجام بده و هر آن چیزی که حرام است از او دوری بکنه. این معنای تقوا است. و همچنان حکم دیگی که الله تعالی بیان کرده، شهر رمضان الذی، ماه مبارک رمضان او ماهی است، انزل فیه القرآن، ماهی که در قرآن نازل شده، هدی للناس، به خاطر هدایت مردم، و بینات من الهدی، و نشانه از هدایت، و الفرقان، فیصله کننده بین حق و باطل، یعنی جدا کننده حق و باطل. یکی از اسمهای قرآن کریم هم فرقان است، یعنی حق و باطل جدا میکنه. و قل جاء الحق و زهق الباطل، زمانی که حق میاد باطل از بین رفته نیست، باطل از بین میره. فمن شهد منکم الشهر، هرگاهی که شما به این ماه رسیدین، یعنی شما عاقل و بالغ و هوشیار بودین، فلیصم، روزه بر شما ضروری است که باید روزه بگیرین، یعنی روزه بر شما فرض است. و حتی ما باید اطفال خرد خود هم، یعنی از 7 ساله به بعد، کوشش به این بکنیم که اونا رو دعوت به روزه گرفتن و نماز خواندن بتیم و اونا رو تشویق بکنیم، اونا رو یعنی اگر یک روز بتانن نصف روز روزه بگیرن، اگر نصف روز زیادتر بگیرن، یعنی به این شکل ما باید اونا را دعوت به این امر الهی بتیم تا اونا عادت بکنن. ماه رمضان ماه عبادت و طاعت است، یعنی ماهی است که ما باید خالصانه عبادت الله را بکنیم و از الله اطاعت بکنیم. ماه نزول قرآن است که الله تعالی میگه که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن را نازل کردیم در شب قدر. درباره این ماه پربرکت فضایل بسیار آمده است، خود چند تا آن اشاره میکنیم. چنانچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که ابو هریره روایت کرده، کسی که بر اساس ایمان به الله و امید اجر و پاداش از او ماه رمضان روزه بگیرد، گناهان گذشته‌اش بخشیده می شود. ما پیشترم خدمتتان عرض کردم این حدیث شریفه و این حدیث به 2 لفظ آمده در مسلم شریف و بخاری شریف که من صام رمضانن، هر کسی که روزه گرفت ماه رمضان را ایمانن، از روی ایمان و احتساب از روی نیت ثواب، الله متعال میگه که غفر له ما تقدم من ذنبه، الله متعال گذشته گناه های از او را مورد عفو و بخشش قرار میده. چه زیباست، واقعا قلب انسان خوش میشه که تو روزه بگی یک حکم الله را به جای بیار، اما کمی و کاستی که تو حتی باور کنین که انسان نمیتونه گناه خدا، یعنی فرض کنین که شما امشب یک قلم کتابچه در پیش بگیرین و گناهی که امروز کردین نوشته بکنین و شما میتونین که دوباره امور چند بار تکرار بکنین که من اینی گناه را کردم، اینی گناه را کردم، اینی غیبت کردم، اینجا تمسخر کردم، اینجا بگفتی پدر و مادر کردم، اینجا به همسایه لطف خوش نکردم، اینجا حق از او را خوردم، اینجا خیانت کردم. نمیتونین، باور کنین. اما الله متعال از این گناه میگذره. غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه گذشته تان بخشیده میشه. بنابراین این بهترین فرصت است که ما از استفاده بکنیم، گناه خود مورد عفو و بخشش قرار بدیم. زیرا اگر گناه بخشیده نشه 3 چیز بر ما شاهدی میده. یکی، الله متعال شاهد است که ما گناه میکنیم، و اگر یک رئیس
کارمند خدا میبینه که او اعمال زشت انجام میده، مثلا کامران ماندگی است و او اعمال انجام میده، یک روز، دو روز، سه روز، بالاخره میگه چی چه رقم هستی؟ هم نان از من میخوره، هم آب از من میخوره، هم ماش میگیره، بالاخره بازی کارهای زیره ببین میگیره جوابش میده. اما الله متعال ذات رحمان است، ما را جواب نمیده، میگه که بازا گر گبر و کفر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. یعنی الله متعال هر وقت که به الله رجوع بکنین، همین لحظه به الله رجوع بکنین، الله متعال ما را میبخشه و رابطه ما با الله محکم میشه و الله متعال از ما خوشنود میشه و باز ملک صدا میکنه، جبرائیل علیه السلام صدا میکنه که ما این بنده ما بخشیدم و ما ایره دوست دارم که به من رجوع کرد، به همگی بگو که ما ایره بخشیدیم. بنان اولین شاهد گناه های ما و اعمال نیک ما الله است که هم اعمال نیک ما را الله میبینه، هم اعمال بد ما را. دوم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، هر آن چیزی که انجام میتیم قلم و کتابچه پیششان است به این شکل، این کار کرد، این کار کرد، ای بنان این اعمال انجام میتن. سوم دست پای ما، یوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله متعال میگه که روز است که اونجا دست پایتان بر شما گواهی میده و بر شما میگه که شما اینی کار در اینی روز، در اینی ساعت، در اینی منطقه، در اینجا کردید. بنابراین این رو باید من نظر باشم. و دیگه شاید زمین است، این زمینه که ما بالایش هستیم این شاهدی میده. وقتی که اینقدر شاهد داریم ما چطور یعنی عادی گناه بکنیم و خوب سرشار بگردیم و در قصه عالم هم نباشیم و چیغ بزنیم و خنده بکنیم و ایسو بریم، در حالی که اینجا به خاطر آزمایش هستیم، اینجا دنیا به خاطر آزمایش است. بناهن الله متعال ما را آزمایش میکنه، ما میبینه که بنده های مرا که من عقل دادم، شعور دادم، منطق دادم، برشان پیامبر فرستادم، کتاب آسمانی را فرستادم، اینا چی کردن؟ و اونجا در آخرت اگر الله از ما در مقابل الله استاد شویم و الله بر ما یاد بکنه با او شانش، با او بزرگیش، چی جواب خواهد دادیم؟ بنان بهتر است که ما از گناه خود طلب بخشش بکنیم و همین لحظه که زنده هستیم یک فرصت است. بنان این حدیث من صام رمضانا ایمانا و احتسابا، و در لفظ دیگه من قام رمضانا ایمانا و احتسابا، هر کسی که در ماه رمضان یعنی نماز تهجد قیام اللیل بکنه الله تعالی گناهش میبخشه. چنانچه که در حدیث دیگه است پیامبر صلی الله علیه و روایت آمده که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده که الله متعال خودش در حدیث قدسی فرموده همه اعمال فرزند آدم برای خودش است مگر روزه که براستی برای من است و من خودم پاداش آن را میدم. روزه سپری است در مقابل آتش جهنم. پس هرگاه یکی از شما روزه داشتید سخن زشت و ناسزا نگویید و فریاد نزنید و چیغ نزنید و هرگاه کسی به شما ناسزا یعنی زشت یا دشنام داد یا با او جنگ کردین و دعوا کردین بگویید که اینی صائم، من روزه هستم. قسم به الله تعالی که جان محمد در دست او است. تغییر بوی دهان شخص روزدار، یعنی بعض اوقات روزه کسی که میگیره دهنش یک قسم بوی از بعضا میته، از بعضا بنان امو بوی دهن روزدار از مشک کرده به الله نزدیکتر خوشایندتر است. یعنی الله متعال او بوی دهن روزداره که به خاطر الله روزه گرفته باشه او را بسیار دوست داره. کسی که سعادت و کامیابی همیشگی میخواهد باید دروازه عبودیت و بندگی را لازم بگیرد و این ماه بهترین فرصت است که انسان بندگی و عبادت الله متعال بکنه. خب چند نقطه دیگه. سعادت و کامیابی همیشگی اشاره به خوشبختی نه فقط در دنیا بلکه در آخرت نیز دارد. کامیابی واقعی فراتر از لذت‌های زودگذر دنیایی است و با آرامش روح و رضایت قلبی و نزدیکی به الله تعالی همراه است. یعنی انسان اگر میخواه که به کامیابی همیشگی برسه، این دنیا تنها کامیابی نیست بلکه اصلی کامیابی زندگی آخرت است
و اصلی لذت ها و اصلی تمام عمو نعمت های الله که حتی در ذهن یک بنده خطور نمیکنه که کدام نعمت در آخرت خواهد بود، در بهشت الله چگونه یک نعمتی است، ما در ذهن ما خطور نمیکنه. امروز ما از 10 نوع 20 نوع میوه زیاد نمیشناسیم، اما در بعض اوقات در بعض از شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم در بعض از کشورها بعض از میوه‌های است که ما حتی او را ندیدیم و نشناختیم و نه بویش می‌فهمیم نه رنگش می‌فهمیم، مثل از اونا که از ما را نمی‌فهمن ما از ما را به این شکل. اما الله متعالی چیزایی است که در دنیا است، اما اون چیزی که در آخرت است او چیز دیگری است. لزوم عبودیت و بندگی: انسان برای رسیدن به کمال باید تسلیم اراده الهی باشد. عبودیت به معنای پیروی از دستورات الله تعالی است، انجام عبادت و دوری از گناهان است. همچنان دروازه عبودیت نشان میده که بندگی راهی برای ورود به سعادت حقیقی است، یعنی بندگی کردن به الله کامیابی و سعادت حقیقی است. اگر یک انسان بندگی الله را بکنه و از بندگی نفس و شیطان دور شوه، یعنی خارج شوه و بندگی از اونا را ترک بکنه، به کامیابی حقیقی رسیده. تنها کسی که این مسیر را انتخاب میکند به کامیابی دائمی میرسد. چنانچه الله متعال میفرماید اگر کسی این فرصت استفاده نکرد و از یاد ما دور شد و من یعش عن ذکر الرحمن و من اعرض عن ذکری، آیت دیگه است، الله متعال میفرماید که هر کسی که از یاد ما دور شد فإن له به تحقیق معیشة ضنکا، زندگی سخت و تنگ خواهد داشت. بعضا میگن که ما آنقدر زندگی بالای ما فشار آورده که میخوایم خودکشی بکنیم، میخوایم که خانه را رها بکنیم، میخوایم که جنگ بکنیم، میخوایم که سر خود در دیوار بزنیم و میخوایم مشکلات است و حالتش میبینی انسان تعجب میکنه. و به این آیت همیشه بعض از دوستای ما را که میبینیم بعض از کسا که سخن میگن باز همیشه این آیت در ذهن ما میاد و آیت دیگه که قبلا براتون خواندم و من یعش عن ذکر الرحمن و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. الله متعال هر کس که از یاد الله متعال دوری کرد، یعنی ذکر و عبادت الله را نکرد، الله متعال زندگی را برو سخت میسازه. زندگی خود سخت شد، زندگی خود تنگ شد، زندگی خود ناخوشایند شد و دوچار آرامش خود نیست، آخرت هم نابینا است. و او به الله میگه که یا الله من در دنیا بینا بودم، اما الله متعال برش میگه که نه، تو اونجا آیات ما را، دین ما را اونجا نادیده میگرفتی. رویگردانی از یاد الله تعالی باعث تنگدستی و سختی در زندگی میشه. این سختی فقط مالی نیست، یعنی از لحاظ مال نمیشه که انسان دچار سختی، بلکه احساس ناامنی، اضطراب و نداشتن آرامش نیز است. زندگی تلخ و دشوار نتیجه دوری از معنویت و فطرت است. انسان هر چقدر که امکانات دنیایی داشته باشه، اگر از الله دور شد احساس آرامش و خوشبختی واقعی نخواهد کرد. بنابراین انسان کوشش بکنه که یک فرصت خوبی است چند روز از شعبان و بعد از اون ماه دی چند روز از شعبان تمرین بکنه و در ماه رمضان بتونه آماده باشه. خب ویژگی های رمضان: ماه رمضان ماه بخشش گناه است و بر اساس ایمان به الله تعالی و طلب اجر و پاداش این ماه مبارک را روزه بگیرید و رکن چهارم اسلام است. ماه رمضان ماهی است که در این ماه قرآن کریم نازل شده است و به خاطر هدایت بشر و نشانه های آشکار از هدایت و میان حق و باطل فیصله کننده است. رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده و در آن شبی است که برابر به 1000 ماه، یعنی 83 سال. اگر یک شب کسی بتونه که این ماه را، یعنی در این ماه یک شبی است که اگر او شب پیدا بکنه، یعنی شبای اخیر، دهه اخیر رمضان، شبای تاق، اگرچه ما شما خو همگی انشالله اینجا جوانا هستن میتونن که 10 شب مکمل اگر اعتکاف ششته میتونن اعتکاف بشینن که یک سنت مؤکد پیامبر صلی الله علیه و آله هم از تمام عمر خدا پیامبر صلی الله علیه و آله اعتکاف نشسته در مسجد، یعنی عبادت کرده. و اگر اعتکاف نشد حداقل در خانه بشینن و جوانا 10 شب بیدار باشن. و معلوم نیست که چون که بعض اوقات
تاریخ‌ها درست نمی باشه 10 شب عبادت بکنن. اگر یک شب بتانن شب قدر را پیدا بکنن، لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه کرده یک شب عبادت یعنی از 1000 ماه کرده بهتر و بزرگتر و ثوابش بیشتر است. سحری هم چنان ضروری است. در وقت سحری پیامبر صلی الله علیه و آله امر کرده که شما بخورین و بنوشین تا که وقت سحر داخل میشه و این امر پیامبر صلی الله علیه و آله است که در سحری کردن خیر و برکت بزرگ نهفته و قیام اللیل بکنین و تهجد همچنان فراموش نکنین. و در افطار همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده که شما زودتر افطار بکنین و نهی کرده از اینکه شما تأخیر بکنین افطارتان. و بعد از مسائل دیگی که در رمضان است که مسلمان روزه رمضان رکن مهم مسلمان است که منکران کافر و تارکان فاسق و گناهکار است. دو، روزه به هر مرد و فرد بر هر فرد مسلمان که تمامی روزه دارد واجب است. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، فرض عین است. روزه بر زن در حالت حیض و نفاس واجب نیست و در آن حالت روزه درست نیست و حرام است و بعد از رمضان در حالت باقی باید قضای آن را بیاد. اگر مریض بودن بعد از من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، بعد از باز انشالله روزه بگیرن. حالت حیض و نفاس همچنان که از مفترات روزه می آید روزه را باطل می سازد. یعنی بعد از اون اگر کسی دچار حیض و نفاس میشه روزه بر نیست. اگر به وسیله دوایی که ضد حاملگی است و مریضی را به تأخیر مندازه، یعنی بعضی استفاده میکنن و مطمئن شون با دکتر مشوره بکنن که کدام نقص دیگه کدام مشکل دیگه پیش نشه. اگر از او استفاده بکنن مشکلی نداره. و همچنین روزه بر بیمار که قدرت روزه گرفتن نداره واجب نیست و بعد از او که خوب شد روزه بگیره. اگر نتونست که روزه بگیره فدیه بپردازه. بیماری که بیماری زیاد است و خوب نمیشه و توانایی روزه گرفتن هم نداره باید فدیه بپردازه. و همچنان زن باردار و شیرده در 4 حالت است که هرگاه هیچ نوزیان در اثر روزه‌داری بهشان و فرزندشان ندارد روزه لازم است که روزه بگیرن و رخصتی در ترک روزه ندارن. یعنی میفهمه که یا شیر میته یا همچنان اگر حمل داره بنان میفهمه که مشکل برش ایجاد نمیکنه، با دکتر مشوره کرده میتونه که روزه خود بگیره و هرگاه زیان متوجهش میشه و به خودش یا به طفلش میتونه که افطار بکنه و بعدا قضا بیاره. هرگاه در اثر روزه‌داری جنین یا طفل زیان ببیند حق افطار را دارد و بعد از او باز انشالله قضا و فدیه لازم میگرده باشد. هرگاه مادر و فرزند از دو زیان ببینند فقط لازم است که فدیه یعنی فقط قضا لازم است، فدیه نه. مسافری که سفرش به 96 کیلومتر یعنی 80 یا 90 یا 96 کیلومتر از زیادتر مسافرت داشته باشه میتونه که افطار بکنه و بعدا روزه بگیره. روزه کسی که تمام روز بیهوش باشد یا به شخص دیوانه واجب نیست. اگر شخص بیهوش و لحظه در روز به هوش آمد روزهش درست است. اگر فرض شود کسی تمام روز خواب رود و شب نیت روزه نموده باشد روزهش درست است. و روزه بر کودک نابالغ واجب نیست. پیشتر هم براتون گفتم که به خاطر از اینکه تشویق شود تا بتونه بعدا باز روزه بگیره، از این خاطر به خاطر تشویق میشه که شما او تشویق بکنید که روزه بگیره. و چند نقطه مهم دیگر و اخیر، ماه رمضان را میتوان فرصت برای تغییر و تحول در زندگی خود دانست، زیرا این ماه علاوه بر روزه‌داری زمینه ساز رشد معنوی و اخلاقی و رفتاری انسان است. اما چگونه؟ به چند نقطه اخیر میپردازیم. 1. تغییر در ارتباط با الله تعالی. در رمضان انسان بیشتر به عبادت و دعا و قرآن مشغول میشه، یعنی نسبت به دیگر ماه ها در این ماه بیشتر انسان عبادت میکنه چون ماه عبادت است. والله متعال شیاطین بسته کرده و انسان ها میتونن که عبادت بکنن. شبهای قدر فرصت برای توبه است و اصلاح رابطه با الله و بازنگری در مسیر زندگی است. روزه داری کمک میکنه که وابسته های دنیایی کمتر شود و به یاد الله متعال قلب قوی تر شود. 2. تغییر در عادت های اخلاقی و رفتاری. روزه فقط امساک یعنی دوری کردن از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه کنترل زبان و چشم و گوش و تمام معاملات و رفتار که پیشترم براتون عرض کرده بودم.
تغییر در سبک زندگی و عادتهای غذایی. این روزه باعث میشه که انسان در خوردن خود کنترل کنه و رژیم بگیره، یعنی از غذای ناسالم و غذایی که مفید نیست بر بدن انسان، بر خود انسان، از او غذا کنترل میشه. تغییر در ارتباط با دیگران. رمضان یادآور همدردی با فقرا است، یعنی در این ماه انسان ها با دیگران همدردی میکنن و انسان ها را به کمک و انفاق تشویق میکنن. افطاری دادن و دوری کردن از کینه و کدورت ها و ارتباط با خانواده، یعنی میشینن کلگی گرد یک سرخان، هر چقدر هم که وظیفه کارم باشه باز در رمضان همه یک جا جمع میشن و این از برکت این ماه است. همچنان تغییر در اراده و خشتنداری. روزه گرفتن، ترک گناه، بیدار شدن برای سحر و عبادت شبانه همه نشانه از قدرت اراده است. اگر کسی بتونه یک ماه بر نفس خود مسلط شود، میتواند که این اراده را برای تغییرات دائمی در زندگی حفظ کند. یعنی اگر بتونه که در این ماه خوب عبادت بکنه و به الله متعال رجوع بکنه و از الله طلب دعا بکنه و طلب بکنه که یا الله برای توفیق عبادت و طاعت نصیب بکنه و از هر آن چیزی که او را منع کرده از او برای توفیق بشه که از او اعمال دوری بکنه، میتونه که 11 ماه دیگه تا رمضان دیگه هم امو کارهایی که در دی رمضان نکرده در بعد از رمضان هم او کارا را نکنه. خود در اخیر نتیجه گیری است که رمضان فقط یک ماه عبادت نیست، بلکه دوره برای خودسازی، اصلاح رفتار، تقویت ایمان و ترک عادتهای بد است. یعنی تنها این نیست که ما عبادت، پیشترم براتون عرض کردم، باز هم در نتیجه گیری میگم که تنها ما این نیست که ما نماز بخوانیم و تلاوت بکنیم. این ماه ماهی است که ما رفتار ما را، گفتار ما را، اخلاق ما را و معاملات ما را باید سرش توجه بکنیم و هر کسی که فرصت را غنیمت بشماره میتونه که از رمضان به عنوان نقطه شروعی برای یک زندگی خوب و بهتر استفاده کنه و هر کسی که نکنه یعنی که از رحمت و از مغفرت الله متعال محروم شده است. جزاکم الله خیرا کثیرا، اجرکم عند الله، الله متعال بر شما خیر نصیب بکنه. و این بود سمینار ما، الله متعال بر شما اجر عظیم نصیب شما با جناب استاد معزز، جزاک الله خیرا کثیرا. جان سپاس از حضور گرم شما جناب استاد معزز و گرامی. سخنهای شما آنقدر به دلهای ما چنگ میزنه که ساعتها پای صحبتهای شما بنشینیم هنوزم کم است، ولی متاسفانه وقت و زمان یاری نمیکنه. اجر عظیم نصیب شما باد. در این قسمت برنامه سوالهای محصلین نمیگیرم. هر عزیزی که سوال داره میتونه آزادانه دست خود بلند کند و جناب استاد پاسخ معقول ارائه میکند. عزیزان هر سوال دارن در خدمت هستیم. عزیزی که دست خود بلند کردین، بانو ابراهیمی عزیز میشه مایکشان آن بسازین؟ بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به مجلس گرام، به استاد محترم سلام و عرض ادب. انشاءالله که خوب سرحال باشین. من افتخار از این دارم که یک دوره شاگردی با استاد گرامی داشتیم. خیر سلامت. من فقط میخوایم سوال خود بسیار کوتاه مطرح کنم که دیگه دوستان وقت برشان برسه. کسایی که شما گپ از چی زدین گفتین که تاخیر باید در افطار نشه، حدیث رسول الله باره است، ولی در ممالک که بیرون از افغانستان مثل ما که هستیم یا مثل دوستای زیاد شاید باشه، نسبت به درس خواندن یا مثلا در پانتون وقتی که من خودم مثلا وقتی که میرم پانتون وقت اما مصادف به وقت افطار است و در اون وقت نمیتونم که من افطار کنم. دمی باره من میفهمم که اسلام درباره هر چیز یک راه داره. اگر دمی باره کم معلومات به ما بتین، خدا دنیا و آخرت نصیبتان بگردم. شاد و تشکر. سلامت باشین. اول نقطه ای که الله متعال میگه که این الدین یسرن، دین آسان است و دین بر ما سختی را ناورده که ما دوچار سختی شویم. یعنی اینا مطمئن باشین که
هیچ حکم و هیچ احکام الهی به این نیست که یک مسلمان دچار سختی و مشکلات شود. یعنی هر آن چیزش دین آسان است. یک موضوع دوم راجع به روزه و افطار کردن. هدف از پیامبر صلی الله علیه و سلم در شرح حدیث ای است که اگر یک مسلمان مثلا نظر به غفلت یا مثلا نظر به ای که در توانش یا مثلا افطار کردن است اما او را میگذارد به تاخیر، میگه باش که من این کار کنم یا مثلا باش که من این تو کنم. هدف از پیامبر صلی الله علیه و سلم و شرح حدیث ای است که اونا تاخیر به این شکل نکنن. اگر کسی مشکل می داشته باشه و نمیتونه که مثلا افطار بکنه، اگر ما به این نقطه بپردازیم که انما الاعمال بالنیات، همه اعمال بر نیت مربوط است، خب هیچ مشکلی نداره. اما اگر ما بتونیم که مثلا یک خرما رو در نزد خود داشته باشیم، ما خودم شخصا بعض اوقات در بیرون می باشم و مصروف می باشم و مثلا در ماه شعبان خرما گرفتیم و در جیب خود یک دانه را میمانم و این خرما را ما خواستم اینجا در پیش خود نگاه کردیم که بعض اوقات اگر ما ایده ببرم در خانه شاید که چی شود فکرم نشه، اما یک خرما را ما همیشه در جیب خود میمانم. حالا یک دانه را ما میل بفرماییم که بسیار چی شدیم دیگه در پیش خود بانه و با او افطار بکنه، انشاءالله که الله متعال به مو اجر برش میده و اگر کم تاخیر هم میشه مشکل نیست. جزاک الله خیرم کثیرا جناب استاد. انشاءالله عزیز ما پاسخ معقول دریافت کرده باشند. خب عزیز دیگر ما که دستشان بلند است بفرمایید، مایک در اختیار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکات جناب استاد محترم. وعلیکم. انشالله که صحتمند باشین. شما در بین گفتهایتان گفتین که در ماه مبارک شعبان اعمالنامه انسان ها به طرف میره، ولی ما خوندیم که در روز دوشنبه و پنجشنبه همچنان اعمالنامه انسان میره. از خاطر حضرت محمد صلی الله علیه و همیشه روز دوشنبه و سه شنبه را روزه بودن. دوشنبه و پنجشنبه را ببخشید. اگر کمی در این باره وضاحت بیشتر بتین. درست است. جزاکم الله خیر. ببینین اعمال ما به چند دسته تقسیم میشه. یعنی اعمالی که مربوط به هفته میشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که در روز پنجشنبه اعمالی که ما در طول هفته انجام دادیم او به الله متعال پیش میشه و من خوش دارم که در حال اعمال نامه به الله متعال، البته این بر ما تعلیم است، در حال اعمال نامه به الله متعال پیش شود که من روزه است و در ماه شعبان پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من اعمال یک سال من به الله متعال پیش میشه و من خوش دارم که در اخیر اعمال نامه ذکر شده باشه یا نوشته باشه که روزه بود. بنابراین اگر در پنجشنبه اعمال ما میره و یک قسمت از هفته است که اعمال ما به الله متعال پیش میشه و در ماه شعبان از یک سال اعمال که ما انجام دادیم انا انزلناه فی لیلة مبارکه، مطابق به این آیت قرآن کریم الله متعال میگه که ما نازل کردیم قرآن را در شب مبارک، در این شب مبارک اعمال ما به الله متعال پیش میشه. انشاءالله جواب تا نگرفته باشید. سپاس فراوان از حضور شما جناب استاد. انشاءالله پاسخ معقول گرفته باشن عزیز ما. خب عزیزان که باز هم سوال دارین ما در خدمت هستیم. به نظرم سوال دیگر باقی نمانده. بفرمایید. خب جان سپاس. اولتر خودم و شما عزیزان جوابهای قناعت بخش حاصل کردین و یک از بهترین و خوبترین و زیباترین سمینارها را داشتم با شما جناب استاد معزز و خوشبخت هستم بار دوم با چنین شخصیت هم کلام شدم و از این که وقت گرانبهایتان را در اختیارمان و محصلین عزیزمان قرار دادن. اجر دارین نصیب شما با استاد معزز. خداوند دروازه های دنیا را برای شما و دروازه های بهشت را برای رفتگان شما باز کند. انشاءالله بابت هر حرف شما اجر
بیکران نصیب شما باد. سپاس فراوان از حضور پررنگ شما افتخاران پانتون آزاد افغانستان. انشاءالله از داشته های امشبمان به وجه احسن استفاده کنید و مطمئن هستم یک از بهترین سمینارها را داشتیم و سخنان استاد آنقدر خوب و زیبا بود که ساعتها پای صحبتهایشان بنشینیم هنوزم کم است ولی زمان با ما یاری نمی کند. جان سپاس از حضور پررنگ شما محصلین عزیز. تشکر فراوان می کنم از همکاران عزیزمان بانو پریسا، دکتر صاحب عزیزی و بخش تکنیکمان. انشالله با آرزوهای دلتان برسن عزیزان. سمینار امشبمان پایان میابه. الا سمینار بعدی به خدا یک تا به هم تا میسپارمتان. میتونین جلسه را ترک کنین. سپاس بیکران از حضور اولا جناب استاد معزز، بعد از او افتخاران پانتون آزاد افغانستان. شاد خرم و آباد بمانید. خیر باشین. السلام علیکم.